به نام خداوند بخشنده و مهربان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بینندگان بسیار گرامی قدر، سرآغاز یکایک شما را به فرارسی ماه شریف رمضان مبارک باد میگویم. الله حق سبحانه و تعالی هر یک ما و شما را بر طاعت و عبادت خود موفق بگرداند و در این ماه مبارک فیض و رحمت و برکات خود را بر خاندان ما و شما نازل فرماید. خداوند در قرآن کریم می‌فرماید: یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یعنی ای کسانی که ایمان آورده اید، بر شما روزه ماه رمضان فرض گردیده است، چنانه که بر پیشینیان فرض گردیده بود، شاید که شما از جمله پرهیزگاران گردید. بینندگان گرامی، حالا که ما در آغاز این ماه مبارک قرار داریم، خواستیم همراه استاد در این سلسله برنامه فقهی اطراف احکام این عبادت بزرگ، احکام روزه، صحبت نماییم. این برنامه فقهی ما با حضور پژوهشگر علوم اسلامی استاد ابراهیم سید نوری‌دین خواهد گذشت. استاد خوش آمدید و ما خیر مقدم میگوییم. خوش باشید استاد، سلامت سربلند باشید. آباد باشید استاد. استاد لطفاً سرآغاز میگفتید روزه چیست و درباره ماهیت این عبادت بزرگ توضیح میدادید لطفاً. به نام خداوند بخشنده و مهربان، نخست عرض سپاس و تشکر دارم از شما استاد. سلام باشید و در نوبت خود شما و جمله بینندگان را به فرارسی این ماه بزرگ، ماه رحمت، ماه مغفرت، ماه قرآن، ماه همه مکافات های الهی تهنیت میگویم و از خداوند قبول طاعت ها را تمنا دارم. فرخنده و پراجر و مقبول باد انشاءالله. آمین آمین. در مورد بیان ماهیت این عبادت باشد استاد، باید این را اولا قید کرد که روزه یعنی یکی از 5 رکن اساسی دین اسلام است. آنگونه که در حدیث صحیح و مشهور آمده، حدیث را امام بخاری و امام مسلم روایت میکنند از روایات عبدالله بن عمر رضی الله عنهما که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند: بنی الاسلام علی 5، اسلام به 5 رکن بنا یافته است. از جمله این رکن ها و صوم رمضان، روزه داشتن ماه مبارک رمضان. این چنین آنگونه که در حدیث دیگری مشهور نیز که حدیث جبرائیل نام دارد، معروف است به این نام و آن را امام مسلم روایت کرده، جبرائیل امین در صورتی مرد به حضور پیامبر صلی الله علیه و سلم حاضر می شود. مردی که در تن لباسی سفید دارد، موی سیاه دارد، خیلی به صورت زیبا آمده از پیامبر صلی الله علیه و سلم یک چند سوال می کند تا یاران پیامبر صلی الله علیه و سلم این گفتگو را، این سوال و جواب را شنوند و از دینشان معرفت حاصل نمایند. از جمله آن سوال هایی که جبرائیل به پیامبر صلی الله علیه و سلم پرسیدند این بود که گفتن: اخبرنی عن الاسلام، مرا از اسلام خبر ده. رسول خدا صلی الله علیه و سلم ارکان اسلام را برای جبرائیل بیان نمودند. از جمله آن ارکان این بود که و ان تصوم رمضان، و اینکه رمضان روزه داری. پس باید هر مسلمان نخست مقام این عبادت را داند و آموزد که رکن از ارکان اساسی دین اسلام است و دین انسان و ایمان انسان، مسلمانی انسان به روزه داشتن این ماه کامل می‌گردد. این بود مقام و منزله روزه‌داری در دین استاد و جایگاه این عبادت در شریعت اسلامی. اما بیان ماهیت آن باشد، فقها در تعریف آن گفتن روزه یعنی با مقصد اجرای امر پروردگار قصداً خودداری نمودن از خوردن و آشامیدن و اینچنین خودداری نمودن از همبستری با همسر و خودداری نمودن از داخل کردن هر چیزی به شکم از صبح صادق، یعنی پیش از صبح صادق تا غروبی آفتاب. بله، این است تعریف نامه روزه. استاد شما در این تعریف نامه یا بیان ماهیت روزه یک چند قیدها ذکر کردید. قیدها رو بیشتر توضیح میدادید تا اینکه برای بینندگان واضح‌تر و روشن‌تر گردد. باشد. البته این تعریف فقهاست و این قیدها را مقصدناک گذاشتند تا این عبادت کاملا مشخص شود و معلوم شود، از دیگر عبادت‌ها فرق کند. و این قیدها در تعریف‌ها
یک چیزی طبیعی است، آنگونه که اهل منطق میگن تعریف باید جامعی مانع باشد. خب اولین قیدی که در این تعریف وجود دارد قیدی با مقصد اجرای امر پروردگار این کارها را کند، یعنی این خودداری ها را منظور. پس بودن این مقصد، بودن این نیت شرط است در ماهیت روزه. یعنی روزه میباید با نیت انجام شود. یک نفر نیت کند که به این خودداری کردنش امری که خداوند فرمان داده در قرآنش، پیامبر صلی الله علیه و سلم در احادیثش صلی الله علیه و سلم، آن امر را اجرا میکند، آن دستور را، آن فرمان را اجرا میکند. و یا اینکه نیتی به دست آوردن ثواب مثلا، و یا نیتی تقرب یعنی نزدیک شدن به خداوند، نیتی به دست آوردن رضای او تعالی. همه این نیت ها یک مفهوم دارن، یک مضمون دارن، یعنی نیتی درستن. به این مقصدها، به این نیت ها باید از این چیزها خودداری کند تا خودداری او را روزه نامیده شود. یعنی پس فهمیده می شود که استاد از گفته‌های شما نیت در روزه شرط است و کسی که نیت نمی کند در روزهش صحیح نیست؟ بله استاد، همین گونه است. نیت شرط روزه است و اصلا شرط هر عبادت در اسلام است. این قاعده است در اسلام که هر عبادت می باید با نیت انجام شود. اگر عبادت کننده انجام دهنده آن طاعت نیت نداشته باشد، عبادتش به اعتبار است. بنابراین فقها برای ضرورت نیت در کتاب‌های فقهی قاعده ها دارند. یعنی مثلا امام ابن نجیم در اشباه و النظائر که از فقیهان مذهب حنفی است، کتابی مشهور دارد در بیان قواعد فقهی، قاعده های فقهی را جمع آوری کرده. نخستین قاعده در این کتاب قاعده است که متعلق به نیت است. میگوید به این عبارت تعبیر کرده، این قاعده را ساخته: لا ثواب الا بالنیه. این چنین امام سیوطی در کتاب خود که به این نام کتاب دارن، اشباه و نظائر، که آن نیز مضمونش قواعد فقهی است، نخستین قاعده که آنجا ذکر می شود نیز به نیت تعلق دارد. عباره دیگر دارد البته: الامور بمقاصدها، میگوید امام سیوطی. و این هر دو قاعده ها از حدیث صحیح برگرفته شده. دلیلش، یعنی دلیل این مسئله حدیث صحیح است که اولین حدیث در صحیح بخاری است: انما الاعمال بالنیات، هر عمل به نیتش اعتبار دارد. پس هر کسی طاعت انجام می دهد نخست باید قبل از وارد شدن به آن عبادت البته نیت کند. نیت کند که چی عبادت انجام می دهد و با چی مقصد. البته شرط قبول هر طاعت بودن نیت است. اساساً استاد نیت در شریعت اسلامی در عبادت ها از نگاه فقهی دو وظیفه را اجرا می کند. یکم این که عبادت را از عادت جدا می سازد، دیگر این که عبادت را از عبادت دیگر که از جنس خودش است جدا می کند. مثلا یک نفر می تواند که عادت داشته باشد از صبح تا شام از خوردن و آشامیدن به مقصد سلامتی مثلا خودداری می کند، نمی خورد، یعنی این عادت را دارد. و همین نفر می خواهد روزه دارد. مثلا اگر امروز نیت نکند که من به خاطری رضای خداوند، به خاطری به دست آوردن ثواب این کار را می کنم، اگر این مقصدش وجود نداشته باشد، این کارش همون عادت قبلیش می شود. اگر نیت کند که روزه می دارد، پس همون عادتش به عبادت مبدل می شود. پس چیزی که در ظاهر در شکل یک کار را کرده ایستاده است، از صبح تا شام از خوردن آشامیدن دوری جسته ایستاده است یا خودداری کرده ایستاده است. فقط نیت اینجا نقش مهم بازیده ایستاده است که عادت او را به عبادت مبدل گردانیده. وظیفه دوم نیت گفتیم استاد جدا کردن عبادت از عبادت دیگر است در دایره همون جنسی همون عبادت ها، افراد آن عبادت ها. مثلا اگر به نماز مثال زنیم، یک نفر وقتی نماز عصر می درآید می تواند نماز عصر خواند، فرضی نماز عصر خوانده نیت کند، فرضی وقتش را ادا سازد. می تواند پیش از 4 رکعت نماز عصر 4 رکعت نماز نفل نیت کرده گذارد. در صورت و شکل هر دو یک عبادت است، یک گونه است. فقط اینجا نیتی آن نفر جدا می کند که این عبادتش نفل است و این عبادتش فرض است. فرق تنها در نیت. بله، فرق در نیت است. نیت اینجا وظیفه‌اش را اجرا دارد که عبادت فرض را از نفل جدا می سازد. بنابراین شخصی که می خواهد روزه دارد باید نیت کند که به چه مقصد روزه می دارد. نیت کند که به مقصدی اجرای امر پروردگار، به دست آوردن ثواب، به دست آوردن رضای خداوند، آن وعده هایی که برای روزه‌دار البته وعده شده، همه آنها را
به دست آوردن و کسب نمودن. بله فهمه استاد، تشکر زیاد. امروز استاد بعضا مثلا ورقه ها تقسیم میکنند، وقت سحری و وقت افطار است، در زیر همون نیت ها هست، نیتی دهان بستن، نیتی افطار کشایی. آیا تلفظ کردن نیت شرط است؟ با زبان تلفظ کردن یا همون دعاهایی که هست همون خواندنش شرط است وقت سحری یا وقت افطار؟ استاد مسئله تلفظ نیت مسئله است که فقها آن را ذکر کردن، در سرچشمه های فقهی این مسئله بیان می شود. تلفظ نیت در عبادت ها شرط نیست. چرا؟ چون که اصلا عضوی که نیت را انجام می دهد این قلب است. فقها میگن و محلها القلب، جایی که نیت از آن صادر می شود قلب است. حتی در تعریف نیت میگن هي الاراده المتجهه الى ایجاد الفعل ابتغاء لمرضات الله، یا تعبیر دیگر دارن قصد التقرب لایجاد الفعل. مثل این تعبیرها دارن. این نیت چیست؟ یعنی اراده قلب، روانه شدن اراده قلب سوی ایجاد کردن انجام دادن کاره. یعنی تصمیم باطنی است، عزم و اراده قلب است، تصمیم باطنی است که فلان کار را انجام میدهد و فلان مقصدی معین. ولی استاد تلفظ کردن مانعیت ندارد؟ البته تلفظ کردنش باکی ندارد استاد، من نیست یعنی، بلکه فقها میگن اولاست، چون که برای حضور قلب مساعدت میکند. انسان وقتی تلفظ میکند و خود میآید که چی گفته ایستاده است، چی کار کرده ایستاده است. گرچنده که بدون تلفظ هم اگر طاعت انجام دهد در قلبش نیت همون عبادت باشد قبول است. همین که مردم سحور میخیزند مثلا، یا از شب از بیگاه بیشتر میخورد که فردا روزه دارد، البته خودش نیت است. نیت است. همین که وضو میگیرد، همین که طرف مسجد میآید یا روی جای نماز حاضر میشود، خودش نیت است. ولی خب اینجا با مسئله است که نیت باید پیوست به عبادت باشد، مگر در روزه که مشکل است، از بیگاه نیز نیت کردن رخصت است. خب برگردیم به مسئله تلفظ. تلفظ با زبان باکی ندارد، بلکه فقها میگن اولاست، خوب است، لیکن باید دانیم که اساس اراده قلب است. خاطری که در قلب خطور میکند است. چرا مثلا فقها حتی میگن اگر نفری نیت کند قلبش چیزی دیگر نیت کند و زبانش بدون قصد چیزی دیگر نیت کند، نیت قلبش اعتبار دارد. مثلا یک نفر نیت کند که 4 رکعت نمازی عصر میگذارد، وقتی عصر است، در دلش مقصدش عصر است، لیکن به زبانش به سهو پیشین می آید مثلا، یا شام می آید، باکی ندارد، عبادتش صحیح عصر قبول است، چون که نیت از محلش نیت درست صادر شده. بله تشکر زیاد استاد. خوب خودداری کردن از آشامیدن، خوردن و همخوابگی این معروف است البته در ماه شریف رمضان، اما در ذکر تعریف قول فقها رو ذکر کردید که قید قصدن داشت استاد. قصدن، خودداری کردن، بیشتر همین قصدن را توضیح میدادید استاد؟ بله قصدن یعنی استاد اگر نفری این کارها را سهوا انجام دهد، روزش جای خودش است، خللدار نشده است. بله قید قصدن به این مقصد است. یعنی یک نفر اگر فراموش کند که روزه دار است، چیزی خورد، چیزی نوشد، خواستن در ایام اول هم خیلی شده بعضا عادت نکردن مردم و شاید چیزی خورن، چیزی نوشن، از بس که این نفر قصدن این کارها را نکرده بلکه سهوا کرده، روزه او خللی ندارد، روزه او نقصان پیدا نکرده. این حکم در حدیث صحیح ذکر شده استاد، بلکه در احادیث صحیح، یک چند حدیث است در این مورد. مثلا امام مسلم روایت میکنند که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند من نسی و هو صائم فاکل او شرب فلیتم صومه فانه رزق ساقه الله الیه. در لفظ امام بخاری فانه رزق رزقه الله. و در خارج از صحیحین مثلا در سنن امام نسائی آمده ولا قضاء علیه، نفری روزدار باشد و فراموش کند چیزی بنوشد، چیزی بخورد، فلیتم صومه، روزش را پوره کند. یعنی نگوید که خوب من که روزم شکست دیگر روزش را خورد، نه، فلیتم صومه، روزش را کامل سازد تا بیگاه، آنگونه که مردم روزداران روزه میگیرند پوره سازد. و برعکس بشارت دادن، مژده دادن، فانه رزق ساقه الله الیه، این رزق است که خدا به سوی او آورد.
باکی ندارد یعنی ولا قضا علیه یگان روزم قضا هم نمیدارد. در حقیقت این از رحمت و لطف و مهربانی شریعت نسبت به انسان است. خداوند وضعیت بنده را، طبیعت بنده را به نظر گرفته در تشریعش که انسان فراموش خاطر است. گاه فراموش کرده شاید که از او چنین فعل صادر شود. بله، یعنی بعضی نفرها استاد، بعضی ها خوردم گفته قصداً خود را قیم میکنند، مثلا از جهتی چی باشد این کار هم درست نیست. غلط است البته. این چیز تکلف است، این چی حاجت به این. بله. رزق خداست، یعنی خداوند آسان کرده است، مهربانی کرده است. بله. نوش جانش یعنی. استاد الحمدلله مردم تا حد از اسلام با خبرند و خب در این ماه شریف رمضان هم میبینه اقبال مردم به دین بیشتر می شود و تهنیت می کنند و در حتی در وسایل اجتماعی هم خیلی می نویسند. اما البته ایده هستند که از ابجدیات اسلام آگاه نیستند استاد. حتی می پرسند که شبهای رمضان هم خوابگی هم بستری با همسر جایز است یا نیست؟ گفته می پرسند استاد. گمان میکنند که من است یعنی. بله، آیا هم خوابگی هم بستری با همسر در شب‌های رمضان تا حال میپرسند که جایز است یا نیست؟ گفته توضیح میداد. ایده 24 ساعت روزه میدارن. بله. البته این مسئله معروف است، در قرآن ذکر شده. مسئله است خیلی مشهور و روزه‌داری طبیعی از صبح صادق تا غروب آفتاب است. اما از بس که درست قید کردید که مردم، البته ایده از مردم متاسفانه به احکام دین چندان توجه ندارند، گرچند که این فریضه دینی است استاد. بله. آموختن احکام فقهی هر عبادت برای هر مسلمان فرض است. طلب العلم فریضة علی کل مسلم. این حدیث به همین دلالت میکند که شخص مسلمان اگر که میخواهد نماز گزارد یا روزه دارد یا به حج رود یا هر عبادت دیگر میخواهد انجام دهد، احکام آن عبادت را، فرض و سنتش را، شرط های آن عبادت را و چه چیزها آن عبادت را فاسد میسازند را آموزد، داند تا عبادتش به شکلی درست انجام یابد. جا دارد که مسلمان در این ماه رمضان کمی از احکام روزه آشنا شود، آموزد، بپرسد، بخواند. خوب است این. البته در مسئله اجازت بدن همبستری با همسر آیه کریمه است در سوره بقره. بعد این آیه هایی که فرضیت روزه آنجا بیان شده و فضیلت ماه رمضان آنجا ذکر می‌گردد، آیه بعدیش خداوند عزوجل فرموده احل لكم لیلة الصیام الرفث الی نسائکم. ای مؤمنان برای شما در شبهای رمضان خفت و خواب با همسرانتان اجازت است. در تعریف استاد قید آخران بود، قید که داخل کردن چیزی به شکم استاد، خودداری نمودن از وارد کردن چیزی به شکم. بله استاد توضیح میداده. بله این قید مهم است. این برنامه امروز شرح همین تعریف روزه شد. بله الحمدلله خوب شد استاد، برنامه صحبت خوب شد الحمدلله. مسئله وارد کردن چیزی، بله یعنی روزه‌دار نه تنها از خوردن و آشامیدن و همبستری با همسر خودداری میکند، بلکه از وارد کردن هر چیزی به بطنش خودداری باید کند، حتی آن چیز خوردنی و آشامیدنی هم نباشد. بنابراین اگر دوای یا روغنی از راه بینیش یا گوشش میچکاند و مزه آن را در حلقش احساس میکند، روزهش میشکند. به استثنای چشم البته فقها ذکر کردند که دوا چکاندن در چشم شکننده روزه نیست، اما هر چیزی که وارد شود دیگر شکننده است. بنابراین در حالت غرغره نیز شخصی که وضو میگیرد باید احتیاط کند. بله این قید به همین خاطر است. تشکر زیاد استاد. سلامت. سپاس بی پایان. همچنین بینندگان را نیز تشکر میگوییم که تا این لحظه همراه ما بودند و گمان میکنم که ماهیت روزه برایتان تا حد معلوم گشت و انشاءالله در برنامه های آینده مقصدها و فلسفه این عبادت بزرگ را و همچنین باز احکام های دیگری این عبادت بزرگ را منتظر باشید تا برنامه های آینده. خداوند یار و مددگارتان باشد.